شهر دوشنبه طرفخانه بورک بهترین مکان برای سرجمعی شما. خیزید و بیایید و از بالا گذارید. کلی خدمات در سطح بلند، همه غذاها لذیذ و الهام بخش. رقم کوتاه فرمایش 94 بورک. همین автомاشین رو کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی دستگیر کردند. اونا آمدن همونجا من ماشین سپردم و دست ندادم. پیشکی باید ماشین میگرفتید یا زن؟ نه من عموما در فکر ماشین نبودم. تا پایان همین صحبت بعد لیفتش کار نمیکند که شما پیاده من پیاده میفرم. اکنون من احساس ترس نداره در احساس داخل ترس ندارم و من فقط از چه میترسم؟ این از زمان خردسالی در من بود تا حوز من است. چی حس شما رو فرا میگیرد؟ در نظرم یک مثل درخت یک چیز درازه حال مرا میگیرد میپرتاید. اولین بار است. اکنون بار اول صحبت کردیم. اکنون در کوچه ما صحبت میکنیم با هر کس و با یار دوستا و با خانگی و لیکن امروز نه با شما. امروز شما رو مجبور کردیم که شما پرتر گفتید. هم خیلی بود من نمیگویم که عاقل باش یا دیوانه باش. امروز ما یک نفری رو به برنامه دعوت کردیم که هیچ وقت به فراوانی مصاحبه انجام نداده است با نمایندگان وسایط اخباری عموم و این من آرزو ایسایف بلوگر تاجیک شما رو سلام میگویم و مهمان نوبتی رو برایتان معرفی میکنم. شهرت سینکوف سراینده بسیار مطرح و نامدار تاجیک. سلام شهرت جان. من سلامی همه بیننده ها رو بر شما میرسونم. سلام به همه شما. فیروز و خوشبخت باشید همه مخلصان. سوال نخست شهرت جان، شما چند ساله اید؟ راستی گفت دوی من پرسان گفتم نمیدونم 45 46 47 هم خیلی در اصل من میگم 74 حساب کنید 2022 قطعی 47 سنتیابر پر میکنم. لیکن مثل جوانی تقریبا 35 ساله اید. خای صاحب چند فرزند؟ صاحب 2 فرزند. 2 فرزند؟ بله. دختر پسر؟ یک دختر یک پسر. دخترم از صنف 7 به 8 و پسرم از صنف 5 به 6. دیر شما ازدواج کردید؟ البته مدامی که من اقدام داشتم در جاده صنعت، من تا به نقطه برسم من باید به خود باوری دارم که من زندگی یعنی کشتی هم زندگی رو پیش برده از منزل میرسونم یعنی به منزل از بحر. بله. و به این خاطر در باز میگن که اورپیسک استاندارد اول در زندگی موفق میشم بعد باوری به خود باوری کامل پیدا میکنم بعد زن میگیرم. منم همین گونه کردم. وقتی که مرد 35 40 ساله میشد و زن میگیرد و پدر میشود، میدونید یعنی پدر 35 40 ساله چگونه پدر است؟ پدری که تجربه دارد، یک پول دارد، 2 کار دارد، 3 کسب دارد، 4 و دانش و معرفت و ملکه دارد. همه این یعنی امکان میدهد که فرزند رو درست تربیت کند و خود ببینید که مثلا جوانی 20 ساله وقتی که زن میگیرد کودک است هنوز و هیچ تجربه ندارد. در این مسئله من با شما روزیم. شما چند ساله بودید که زن گرفتید؟ 34 ساله بودم. سال 2007 زن گرفتم. همون سال من در جاده صنعت یعنی من نیت کردم از دهات آمدم، خیلی مهنت زیاد کردم و هر دم رو افتاده میشدم باز به خود باوری پیدا میکردم. گفتم که من باید برسم، من باید به اون نقطه برسم و روزی اومد که به من نصیب شد و اکنون گفتم من تیار هستم باید اولیدار شم، باید زندگی رو پیش برم و 34 سالگی من اولیدار شدم. من مطمئن نیستم که خانواده و پیوندان و عزیزان شما لب فرو بسته سکوت کرده باشند که میلش که میخواهد زن بگیرد. من مطمئنم که آنها فقط میگفتند که شهرت زنگیر، شهرت زنگیر، شهرت زنگیر. یا نبودین طور؟ راست دیگه پدر مادر من معلم آموزگار زیایی و بعدن هر دم نمیگفتن. مثال پدرم گاه میگفت. ما چی میگفت؟ خیلی فکرت نکردی بسیار نازک گپ میزد. خیلی نمیاک اشاره و من گفتم خیلی من حالا تیار نیستم برای که در زندگی به خود باوری نداشتم، هیچی نبودم و همین نقطه ها.
یعنی استراتژی شما چی بود؟ باید کدام کارها رو انجام میدادید که زن بگیرید؟ یعنی در نوبت اول چی بود؟ من از اول نیت کردم که یعنی در جوده صنعت، یعنی در جمهوری موفق کردم. آها، یعنی شهرتیار گردید. دوم من فکر میکنم خواهی نخواهی بسیار خیشتبار عمکا، اکاها، بچه عمکی گفتن که خواهی نخواهی زن گرفتن در کار است. و این همیشه این سخن به من تاثیر میکرد، چون که من نگاه میکنم من تیار نیستم. عجب، خواهی نخواهی زن گرفتن در کار، یعنی نخواهی هم زن گرفتن در کار. بله، و همین گونه صحبت من با یک دادر یعنی صحبت کردم، گفتم اومد پیش من گفتم زن گرفتن در کار. بعد وای خیلی تاثیر کرده. همین سخن در حقیقت با کسانی که زن نگرفتن تاثیر میکند. این در حقیقت در من هم بود، در چندین شخصا من میبینم در یک جوره هم بود. یعنی این موضوع بود که تاثیرناک است، نمیخواستید این موضوع رو بکشویند. و همین طور با او هم گفتم، بعد او گفت که من نمیگیرم. و من گفتم خوی نخوی بعد 5 سال فرزند 5 ساله میشد. و همین سخن او را آرام ساخت که راست میگه. یعنی هدف دوم رو نگفتید که چی بود؟ یکم هدف شهرتیار شدن، نامآور شدن شدید. دوم هدف خریدن شاید خانه. دوم هدف البته من گفتم من باید در پایتخت یعنی خانه خرید. و خیلی مهنت و زیاد کردم. بعد 10 سال من به این نقطه رسیدم. خانه خرید. بله. ماشین چی؟ پیشکی باید ماشین میگرفتید یا زن؟ نه، من عموما در فکر ماشین نبودم و حتی دوم قسم میخوردم با اویلم گفتم من نیکگدا گفتم هیچ وقت گفتم در ماشین نمیشینم. بعد برای چی؟ اویلم گفت نیکگدا نگویید هیچ وقت. بعد هیچ وقت نگویید. هیچ وقت نگویید. الخل گفت هیچ وقت نگویید. ما گفتم من هیچ وقت در ماشین نمیشینم. در زمانی که ما در اول زن گرفتید یا ماشین؟ اول زن. در ماشین دیر گرفتم سال 2009. زمانی که در مکتب خانه چرا سنت شکنی کردید؟ گفتید که در ماشین نمیشینم و بعد شیشتید. زمانی اومد که اکنون یعنی من میگم مشهور شدم، بسیار وزنی میشد. نه چرا بگویید، شما انسانی معروفید، انسانی و یکی از مخلصان شما منم. جامعه مرا شناخت. بعد هر دمی که در مشروطه در یعنی سوار میشدم دیگر شهرت میگفتن. اکنون باور کنید مردم وقتی که بسیار نگاه میکنند این چشم است، انرژی میگن، این قوای آدم میگرفته است. چگونه ماشین گرفته؟ تمغاش ماشینی وای داشتم سوزوکی بسیارتر وای لاسیتی میگن. همون زمان 4 دانه در دوشنبه بود. همین خیلی دیگه پیدا نشد. اون 2 تا دیگه گم شد، 2 تا دیگه ماند. و من یک سال بری گذشت که یک برادرها اومدن گفتن ماشینت رو بیتی با یک برادرای دیگر رو ما یک ماشین با شما یافتیم، این قدر دیگه مبلغ بالاش با یعنی نصیب ماشینی خوانده تقسان گردیدم. یادم هست همین автомاشین رو کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی دستگیر کردند با جرمی که اجازت ندارد، مجوز ندارد برای تاریک کردن آینه ها. یک زمانی بود که یک سال پیش من 28 دکامبر خریدم. وای برادری که من داد این 3 دکامبر حجت گذاری کرده است. من تو همون وقت دیگه میگردم از پای کار، ثبت های تلویزیونی، کاروبار بسیار، برآمدها بسیار. یک دوره میشد که رید موبیلی میگن، اما خیلی گفتن خیلی این ماشین با ماشین به نام من نیست. بعد میبینن این ماشین یعنی قرضدار است، یعنی وقتی 36 مهلتش گذشته است و میبینن در حجت تماما در دیگر آدم است، لیکن با من با واسطه وای باوری نامه. بعد همین گونه شد که با برادرای تلویزیون سفینه من ثبت دارم، اونا مرا در پاورود گردش ایرپورت انتظار هستند با اسب. اونجا یک برنامه برای سالنامه بود. اونا آمدن اونجا، من ماشین سپردم و دست ماندم و برفتم از پای سیامکه ثبت جریمه کردن. خیلی بعداً قانونی که همه خیل بود جریمه شد. چند؟ 7.5 هزار سامان. این برابری $700. خیلی یعنی خیلی من خودم رو گناهکار می‌سازم، این به اهمیتی من بود، من اهمیت ندادم. ولی رسانه‌ای شد نه؟ خیلی غمگین نشدید از رسانه‌ای شدنش؟ فکر میکنم یگان وای نیست. بعد رفتیم بچه‌ها وای دارن، ثبت کنسرت سالنامه دارن. گفت اگه تو ثبت نکن تو علاقه مشهور شدی.
ما رفتم دفترمون هم هنرمند رو مکه خودت ثبت نکنید شما که 20 هنر شما پولار شدید. عجیب. شهرت فرزندان هنر دارند؟ پسر من بسیار شوقمند بود. هنگامی که من در خانه چیزی رو ایجاد میکنم او درو ازیاد میکند و بعدا میشتابد که رفتیم اکنون در استودیو ثبت کنیم رفتیم. من میگم من حالا تیار نیستم، لیکن ثبت یک چیز است که مثل بحر بیکنار میخله ریشه های پیدا میکند. هر روز طبع آدم هر گونه هست. امروز دیگر گونه ایجاد میکنی، فردا طبع ذوق شما دیگه خیلی است، دیگه خیلی اوج پیدا میکنه، دیگه خیلی نوزکی موسیقی. با پسرم میگه حالا صنف 3 و 4 بود رفتیم ثبت میکنیم. میگه من تیار نیستم. ای پاپا با پاپا میگه میگه تو خوشرو سرودت خوشرو، تو میگه من تیار نیستم. خیلی بعد اما مرا یعنی پیش میکنه بعد میرویم اکنون در استودیو میره وقتی ثبت میدونم که ولی من تیار نیستم او کجا میدوند بعضی موسیقی و نوزیکی را خیلی همین گونه ثبت میکنیم. بعد از اون استودیو کارکرد سرود یک فلشکه میگیریم از اون کارکرد اکای سید سرود میگه که فلشکه را همه کارکرد سرود به من گذران. بعد میبیم خانه او در کامپیوتر میگذارند و همین آواز و موسیقی را پیوست میگیرد. بعضی وقت سیتور رو یک طرف میکند سیتور را نشونه میدهد رباب نمیدهد. اینا با میگه گوش کن پاپا این خیلی خیلی است این گونه گوش کن. یک کاروی میکند که یعنی چند شکل پیشنهاد میکند. چند شکل پیشنهاد میکند. با فکر میکنم بچه‌ام در همین کار رفت ده. و ما یک وقت دیدم که در تلفن بسیار بازی میکند. من گفتم پسرم در تلفن همه چیز میتونید، همه چیز. در اصل شما نه بازی کردن میتونید، نه فوتبال بازی کردن میتونید، نه تنیس میتونید. و ناموس کرد گفت تو مرا بازی نمیبری. من بردم بازی با نشان دادم چخیل من میپرم. جاش در 2 بار 3 بار بودم که حاضر یاد گرفت خوشروی بازی میکند. و بعد من گفتم که خانه با من دویم با تو بازی میکنم. من تو وقت ما فوتبال رو بسیار دوست میدارم از کودکی از خردسالی و من در خانه میرم حتی همین چی گونه لباسی دارم با توپ سر میگیرم بازی کردم طاقت میکنم. یعنی حولی دارید شما؟ در نه در خانه سیکسیا. بعد در همین بلندوشونه. بله. بعد بردم در کمان داخل کردم. دیگر همین حوزه تعطیل است. ساعت 6 ما را بیدار میکنه مرا فوتبال بر چنون در فوتبال عشق دارد چنون پیوست شده است دلش بستگی به فوتبال. درباره تاریخ رونالدو مسی همه چیز میدوند کدام درباره استقلال کدام کی بازی دارد. حتی ما به نزدیکی تاشکند سفر کردیم گفت پاپا گفت فردای دیگه استقلال در اینجا در همین میدان بازی دارد رفتیم به میدان تماشا کنیم. ها گفتم ما فوتبال تماشا نمیدیم ما شهر تماشا کنیم فوتبال بود در تورستان تماشا میکنیم. بعد خلاص حاضر آواز میخواند. نه اکنون دیگر گفتم کو این کس فوتبال بسیار چی خیلی که من در خردسالی با فوتبال چسبیدگی نه خودش هم خوش است. حاضر در موسیقی هم در کار نداره که با فوتبال. دخترتون چی؟ دخترم خیر رسومی میکند و بسیارتر درس میخواند و پخت و پز رو بسیار دوست میدارد. علاقه همه چیز یاد گرفته است. این صنف 7 به 8 خیر باید که دختر باید همین گونه کسب را یاد گیرد و در اصل رسوم خوب است. و یک چیز در آغاز برنامه گفتیم که اصلا مردم میگویند خواهی نخواهی باید زن بگیری و زنگیری شما همین گونه شد خواهی نخواهی یعنی اجباری بود یا اینکه عاشق شده؟ نه من اکنون ما عاشق شدیم یعنی از 2 طرف صلح بستیم عاشق شدیم و 2 سال ما. چرا قبلش جنگ بود که صلح بستیم؟ نه عموما ده اکنون من خودم خصلتا جنگی نیستم و هیچ کس رو به جنگ دعوت نمیکنم. در کجایی که جنگ است من راه دیگر رو انتخاب میکنم چون که زندگی اونقدر دراز نیست. ما باید فقط صلح کنیم دوستی کنیم همین گونه زندگی رو پیش بریم با خوشی و خرسندی. ما 2 سال با هم شناس بودیم و همین باوری پیدا کردیم. صاحب معلوماتند؟ البته اولم در آمر کار میکند قریب که 20 سال فعالیت دارد. در روشن تولد شدید؟ البته منم در روشن تولد شدم. زمانی که من به پایتخت اومدم همین گونه در بعد همین نوجوری ها در تورستان چخیل بودم سالهای 91 92 ما در راه میپرسن از کجا میشوی از کجا هستی؟ من گفتم خیلی از روشن. بعد چند جا میخوام بعد دیدم که اینقدر شناسایی ندارند. گفتم خیلی من باید ناموس کنم، من باید گروه تشکیل کنم، من باید گروهی روشندلان روشن تشکیل کنم و همین گونه با واسطه من شاید یعنی روشن
مردم با رایون روشن شناسایی پیدا کردند چون که جمهوری خودش از چندین از منطقه ها عبارت است و از چندین دهات ها عبارت است و با واسطه بعضی شخصان یک نامدار یعنی نامدار همون منطقه همون دهات رو شناخته می شود. یکی سببی یعنی نوحه روشن من شوم شاید و همین چیز رو من به ذمه گرفتم و گروه کردم گروه روشندلان روشن سال 1999 تشکیل کردم و امسال گروه ما قریب که 23 ساله می شود. در فهرست ترانه های شما هست همین گونه ترانه‌ای که به حیث شناسنامه شما آن را قبول کرده باشید؟ البته هنگامی که سال 2007 من بار اول برآمد کردم با سرود تاجیکستان همه دنیای منی و همین قریب 10 سال می سرود با واسطه تلویزیون در همه توی مرکه همه جا صدا داد و تمام هنرمندان حتی در مومناباد در شوراباد در واسه هم فرخور همه جا می سرایند همین در بدخشان در خوجند مسجد چون که من با بسیار هنرمندان در تماس هستم و همین سرود رو ما میخونیم و بعدا تاجیکستان همه دنیای منی آشیان دل شیدای منی زمزمش بکنید. تاجیکستان همه دنیای منی آشیان دل شیدای منی. ادامه بدین. مثل صحبت لاوروف هنگامی گفتگوی ما این تابوس ها آواز بیرون کردن. خیرت که پستر خوندم. یعنی هم آواز شدن باشم. بله بعدا در کوچه چند سال است مثلا هر جایی که میگذاریم با میگن تاجیکستان همه دنیای منی میگن. بله. یعنی همین سرود شناسنامه ایجادی شما شد. بله. با شیوه روشنی یگون ترانه رو میتونید حالا پیشکش کنید به بیننده ها یگون چیزی که در میانه این صحبت همچون یک چیزی لذیذ و شهدبار پیشکش بکنید. ممکن یعنی از رباط‌های سردار رهدار ازم تا قای زور امرا منانست بغیر از تخیل سودا منانست وروچین تیف چه بود دستور مرپید پتا یولو منا دعوا منانست. یکم مصرع چگونه بود؟ ازم توقع زور یعنی من توقع من ترجمه میکنم شما بگویید. ازم توقع زور امرو منانست من تنهایم یگان همراهی ندارم بغیر از تخیل سودا منانست بغیر از خیالی تو هیچ سودایی ندارم. وروخچین تیف چه بود دستور مرپید یعنی مثل پرشکسته کبوتر در دوم گفتم دیگه یعنی مثل کفتری پرشکسته من در دوم پتا یولو منا دعوا منانست. یعنی هیچ راهی رهایی هیچ راهی خلاصی ندارم. نه من با تو میگم نه زورا میکنم نه دعوا ندارم با تو میگم. نه دعوا نه زورا. آهنگش چطوری است؟ این ربایی است در چندین سرود ما مثال خوش کردیم. مثال یک جودا ازم تا قای زار امرا منانست بغیر از تخیل سودا منانست وروخچین تیف چه بود دستور مرپید پتا یولا منا دعوا منانست امو جان تراویه است تماشا کنم امو جان تراویه است تر سازن لوام. این پرپی بود امو جان تراویه. اصلا میدونید منطقه های تاجیکستان گوناگونند و کم فرهنگ ها نیز تفاوت دارند. هر یک منطقه با نظرداشت طلبات خودش سراینده رو دعوت میکند ولی من در تمام منطقه ها شهرت رو میبینم. همین رو شما احساس کردید؟ البته مثلا نه تنها شما به مردم بدخشان خدمت میکنید در توی و سور و خرسندی ها بلکه در ختلان هم هستید در زرفشان هم هستید. البته هر یک هنرمندی را میخواهد لیکن به هر کس میسر نمیشود. درست. من امروز مردم از این خبردار شد لیکن زمینه من بر وقت گذاشتم. مثال من مهنت کردم من هر روز فکر میکنم من میدونم در کدام منطقه از من کمتر به من طلبگاری است من فکر او را دارم من مهنت میرم بالاش مهنت کنم بعد بعضی چند وقتا با میگم به شما مهنت دارم در بالاش حرکت دارم. مثلا در کدام منطقه طلبات کمتر است نسبت و در طرف خوجند کمتر است؟ عینی و مشچو و این کوهستان ها قبول دارن خود خوجند حالی مثال
نه چندان. چونکه من میدونم با وایو دیگر چیز در کار است، من باید همون گونه ایجاد پیدا کنید. من دورم در ایجادیات حتی فکر مده هستم، لیکن وقت همون نازکی رو باید پیدا کنید. آها عجیب. دیگرش مثال میرم رشت، یعنی هم از من است. ختلو میرم هم از من است. با همین خاطر گفتم تاجیکستان همه دنیای منی. ازبکستان چی؟ ازبکستان نو سفر کردم. نو اکنون تاشکند یک شهر یک بسیار کلان است، لیکن سمرقند اومدم. من چند سال پیشم سمرقند بودم. در سمرقند قشلاق، اون جاهایی که قشلاق جاهایی که تاجیک‌ها زندگی دارن اونا بسیار میشناسند، چون که من رفتم مهمان شدم و سال 1997 من در یک تور اشتراک کردم. اونا در اکاردیون آوردن و همون سرود وای بخوان. تو ای نگار منی، تو به قرار منی، تو ای بهار منی، لبم ببوس. بعد من خوندم، اونو قطعی من میخونن. تصور کن. بعد حتی ما در یوتیوب دیدم که سال 1997 سمرقند قشلاق اقصای، در اون قشلاق یک وای هست زیارتگاهی بزرگ حضرت داوود غار شدگی است. اونجا در اومدم. من یک تاریخ عجیب است. بعد 25 سال باز من رفتم دیدم همون مردم، همون دیهات در اکاردیون آوردن، تبلک دویره آوردن با من شیشتن. دیگه سر شد. تو ای نگاری منی، تو ای نگاری منی. بعدن همین لبم بیبوس شریکی است. لبم بیبوس من چون که همون زمان این سال 1997 بود، من این ایجاد نکردم. من ربویی به خوش کردم. مثال مهتاب شب است تو من به کویت نرسم، از خنده شیرین تو من در هوسم، من در هوسم چو بلبلی در قفسم، آیا به مراد خود رسم یا نرسم. اونا همش میخوانن قطعی من. با تو ای نگار منی، تو به قرار منی، تو ای بهار منی، لبم ببوس. طالب سواد قدباف سرویدند. همین در زمان دانشجویی ما گرفتیم. بسیار اوریان و با جسارت، یعنی از بری رویم نه و از گناهم نه و از شاید خانم اگر باشد از دستش نه و لبم بیبوس. اکنون شاید ما فکر کنم اون زمان کینوهای هندی که بسیار تماشا کردم. در فیلم‌های هندی لب رو نمیبوسیدن تا جای من میدونم. همین نزدیک میشد که نوار دیگر طرف میرفت. دیگر میگم که اون زمان من دانشجو بودم. دیگر یا اینکه لااقل میفتند که من رو بیبوس، من رو بیبوسم با لبم بیبوس، یعنی حجم یک خیل است، ولی به نهایت جسارت کرد از شاعر. جسارت کرد. لبم بیبوس. گفتم که شاید شاعر وای نباشد، چون که ربایی رو من خوش کردم. بعد ربایی که من میخونم همین گونه. بعد دهات سرجم شد دیگه. سرودویی که ما میخونیم حیران اکا یار با ما بی‌وفایی، همون را بخوان. یار با ما بی‌وفایی میکند سعدی، به سبب از ما جدایی میکند. اکنون من زمزمه میکنم بود که ریتم بدخشانی نوزن، اونا ریتم بدخشانی نوخته نمیتونن. تماما دیگر جو منم خیلی با اونا خوش شدم. اونا با ما زمزمه کردن. این عجایب است. بعد 25 سال تصور کنید، عجایب ده دیدارها. یک همون برادری که توش گذروندیم رفتیم دیگه، ما را در خانه قبول کرد. بعد فکر دیدم که مردم سرجم شد. حالا که همه سرودایی که ما امروزها خیلی اینترنت پیدا شد، در یوتیوب تماشا میکنن، ما را با چشم کم مبین میگن. همین ای شوخ چشم دل را بردی دل بده، عشقی مرا منزل بده، یک بوسه خوشگل بده، ما را با چشمی کم مبین. اینجا بوسه خوشگل بود است. در اونجا لبم را ببوس، در اینجا بوسه خوشگل. این شما طرفدار ارشد بوسا بوسی هستی. اکنون شعر رو نوشتن زمزمه میکنم. بگذار کسی بعد به خودش چی خیلی فکر بکند. همین واژه رو از کجا شما پیدا کردید؟ ما رو با میرزا فیضعلی. میرزا فیضعلی بسیار شاعر بزرگ جاش جنت. همین سرودش گرفتم. گل صنم ها رقص زیبا میکنن، رقص خوشرو میکنن. و اون رو در وقتی زنده بودنش شاعر شنیدین ترانه را؟ البته من با من کتاب توفه کرد. حتی در یک صحیفه‌اش، یعنی با من خصوصا برای من شعر نوشته است. با نام شهرت، با نام سید قلب لالوف، با نام دولتمند خالوف. با یک روز
یک مرد از طرف ناحیه رشت میبید، من باید شما را بینم. بعد در یک کاغذ یک شعر شهرت با شهرت سر میشود. گفت ایرا اویلای من نوشت. مکتب نخوندم که برای آفیسی خودت اویلای من شاعر شد. بعد همون شعر با ما همون شعر ما در خانه جو کردم. گفت من حیرانم چه خیلی مثال یعنی از محبت از این احساسات همون سرودای شما در دل اون نقش بست و به نام شما یک شعر نوشت. بعد زنگ زد گفت اویلش جورا میگه، جورا بچه تایفتم. اکو مرا گفته ایستاده است در دوشنبه، خودش از ناحیه رشت اومد. با گفت جورا بچه تایفتم. بعد زنگ زدم همچون هوچه همچون مادر قطیش گپ زدم بسیار شعر گفتم شعرتون نگرفتم رحمت کلام که مرا وصف کرده چنان. های این یعنی چه میگن اخلاص این یک چیز است که روحی چیز نمیگیرد. عموما از آن زمانی که من خودم را میشناسم و شرایط داشتم من خودم را دوست می داشتم. هر یک شخص باید اول خودش را دوست بدارد. این ضرور. در خودتون چی رو دوست می داشتید بیشتر؟ در خودم همین خصلت خودم رو دوست می دارم. آیا که من ظاهری خود رو دوست می داشتید؟ طاقت میکنم. نمود ظاهری چهره خود رو دوست می داشتید؟ نمود ظاهری خودم رو من فکر میکنم. یا شاید میخواستید که کمی دیگرگون باشید؟ من میخواستم خوشروتر باشم. مثال میبینی که بعضی دیهات میری بعضی بچه ها رو میبینی طبیعتاً زیبا هستن طبیعتاً، لیکن ما خودم رو میسوزیم. ممکن شاید چند سال با اکن عمرم میرود آدم سال تا سال خوی نخوی موی سر میریزد، یعنی روی آدم کمتر کمی موی سرتون پیشش ریخت است نه؟ کمی نه بسیار. یافتن در کار باید. اصلا شاگرده اونجا من همیشه توصیه میتونم با اونها که میگم که همیشه کرتای خوشرو پوشید. این ضرور است. شاید با واسطه سرود آنقدر خوب در جماعت برآمد نکنیم، لباس این دویم وای هست ده طلبات است. فکر من هم خیلی است. گفتم همین چیز بسیار ضرور است. حتی دین من با شاگرده با همین از هفتم آشنا فروم باید همین صحبت کردم. هفتم آشنا در کجا؟ در کمیته جای کاربا تا پایان همین صحبت بعد لیفتش کار نمیکند که شما پیاده من پیاده میفرم. نمیخوام میخوام که من باید پیاده راه کردم. چون که روز در روز با ماشین هر روز پیاده هفتم اتاج میبرید؟ بله با همین گونه از لیفت استفاده نمیبرید؟ در خانه‌ای که من زندگی دارم اونجا هفتم آشنا داریم. از اونجا من پیاده حتما میفرم. عموما پیش لیفت نمیرم. چرا میترسید از لیفت؟ اکنون من احساس ترس نداری در داخل لیفت؟ ترس ندارم و فقط طاقت ندارم که لیفت ما 16 مترش که میفرم طاقت ندارم. حالا من وقت پیش لیفت میبینم که وای یکم آشنا است میدونم که وای حتما 16 میرود. اصلا ترس ندارید؟ نه. بعضی‌ها در داخل لیفت میترسن. نه من نمیترسم. من فقط از چی میترسم؟ در بدخشان شب مثلا در تنهایی عموما میترسم. از زمان خردسالی تا حاضر من میترسم. از چی؟ از همون آرامی که بسیار آرامی است من از وای به حد سخت میترسم. من ایرا به همه روی یعنی از سکوت میترسید؟ از بسیار آرامی هست از همین چیز من به حد میترسم. در دوشنبه به من فرق نیست صبح 3 4 شب 2 شب از کجا اومدم پروایی ندارم. حتی اینجا دشوارتر است. مثلا در کجا هر گونه آدم‌ها هستند چون که شب‌ها چه خیلی هر گونه آدم‌ها در راه‌ها میگردند، لیکن در دیهات هیچ کس نیست. حتی تو پیش خانه بیرون با من میترسم. این از زمان خردسالی در من بود تا حاضر من است. چی حس شما رو فرا میگیرد؟ بعضی وقت دیرتر میامدم خانه از فردا گفتم که فردا من دیگر نمیبرایم. با فردا روز جوره های من میبینم با میریم یگان جماعت باز بگوه میشد میگم که من دین قسم خوردم که از دین از پگاه دیگر من نمیبرایم. طاقت نمیکنم. وقتی که به نزد خونه نزدیک میشم در نظرم یک مثل درخت یک چیز درازه حال مرا میگیرد میپرتاید. بسیار احساسات سخت زیر میکند. خودم نمیدونم وای چیزی است لیکن میلرزم تو به پیش خانه رسیدن و از ترس این یک چی است بیره به هر کس میگم لیکن بعضی‌ها میخندن لیکن در اصل من همین گونه هستم. این رو ما امروز نگویم کی گویم. این حقیقت چیز زندگی هست. در شهر نیست این حسی؟ در شهر من عموما پروا ندارم. عموما وای 2 شب 3 شب فرق نیست از کجا اومدم. حتی پادیزدو با سویت نیست پرواش ندارم. در دیهات از آرامی یعنی مثلا در همین باغ
شب من میترسم چونکه در همین باغ این از همین آرامی از همین آرامیش از آرامی هم خنده هم خیلی این من و لرزه شما رو فرمود البته این رو اهل خانواده میدونند از زمان من خردسالی هر سال میرفتم با پدر مادر میگفتم هر دفعه میگفتم من همین گونه هستم خیلی پدرم دلخواهی مرا میکرد دلخواهی عذر ساز میشه باز اویله دور شدم باز رفتم باز گفتم خیلی اومدم لرزیدم گفتم پدرم گفتم من نشدم من ساز نشدم من حالم میلرزم خیلی گفت حال گم میشود تا حال گم نشده است در این باره با کسی از روزنامه‌نگاران حرف زده بودید یا نه؟ اولین باره است حکم باره اول صحبت کردیم ولی این چیزی اصلی است این رو حکم در کوچه ما صحبت میکنیم با هر کس و با یار دوستا و با خانگی و لیکن امروز نه با شما امروز شما رو مجبور کردیم که شما پرتر گفتید شورا جون خیرت من شما رو روزانه دعوت کردم نباشد صحبت ما اگر شبانه دعوت میکردیم به این باغ صحبت ما اینقدر شیرین نمیشد به هر حال صحبت رو جنبست میکنیم شورا جون من میخوام با یک زمزمه زیبای شما برنامه به انجام برسد از ترانه هایی که هنوز پیشکش نشدند شاید نیمکاره ترانه ها باشند فکر میکنم چیزی که من داشتم ثبت کردم و اکنون نوگفته ها بسیار هستند یک جا هست من نمیگویم که عاقل باش یا دیوانه باش گر با جانان آشنایی از جهان بیگانه باش هم خیلی بود من نمیگویم که عاقل باش یا دیوانه باش گر با جانان آشنایی از جهان بیگانه باش و خیلی میگن ولی تیار نیست خیلی وقت من ایجاد کردم ولی حساب نکردم من سپاس میگم شهرت جان سپاس میگم با همین گفته ها برنامه امروز را به انجام میرسونیم من سپاس میگم به شهرت سینکوف خیر این چه کلمه است از کدام زبان آمده است اینجا چی معنی دارد با همه سوال ها از واژه جو نقطه جی جواب پیدا کنید